برای این حاشیه ما 3 تا خط نیاز داریم. بازم میگم کلاً بسته به سایز متریالمون فاصله خطا متفاوته. خب حالا من اومدم از کریستال از مروارید سایز 6 استفاده کردم، از روش خطی دوزی استفاده کردم، 3 تا انداختم. سوزن رو از اینجا یعنی بعد از مروارید اول آوردم بالا، از 2 تا آخری رد کردم، دوباره 3 تا انداختم و به روش دوباره دوزی تا انتها دوختم. حالا میریم سراغ دیزاین این مدلمون. فاصله 2 تا خطمون از خط مرکز 7 میل من گذاشتم که باز هم میگم بسته به مدلتون، سایز متریالتون، هر چقدر که دوست داشته باشید میتونید بزنید. اینجا من میام چه کار میکنم؟ اینجا میایم سوزن رو از مروارید اول میاریم بیرون، میایم 4 تا منجق میندازیم توی نخمون، یه دونه کریستال سایز 4، اینا 6 بودن همونجور که گفتم. خب حالا اینو هلش میدیم به سمت عقب روی خط، ببینیم کجا میاد مرواریدمون پایین. حالا از همون مروارید اولی که در اومده بودیم دوباره در میایم بیرون، دوباره همین متریال رو تکرار میکنیم و دقیقا نقطه مقابلش سوزن رو میبریم پایین. ببینید دقیقا نقطه مقابل این. فاصله که میخواید ایجاد کنید بسته به خودتون داره، میتونید یه دونه فاصله بندازید، 2 تا فاصله بندازید، یا از همون مروارید بعدی دوباره سوزنتون رو بیارید بالا، سوزن رو از مروارید بعدی بیارید بیرون و همین کار رو تکرار کنید. خروجی کار که میبینید یه حاشیه فوق‌العاده پرکار و زیباییه.